دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بنابر حمله نیروهای روسیه به کشتی‌های اوکراین ملاقات با ولادیمیر پوتین را لغو کرده است. قرار بود ترامپ با رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در آرژانتین ملاقات کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه توییتر نوشت امیدوار است که پس از حل و فصل شدن بحران اوکراین میتواند با پوتین یک ملاقات موفق داشته باشد. دونالد ترامپ روز 27 نوامبر نیز در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته بود در پس منظر حمله نیروهای روسیه به کشتی‌های جنگی اوکراین در گلوگاه کرچ ممکن است ملاقات با ولادیمیر پوتین لغو شود. سارا ساندرز رهبر بخش مطبوعاتی کاخ سفید میگوید کارمندان بخش امنیت ملی دفتر ریاست جمهوری در مورد تنش میان روسیه و اوکراین به طور منظم به دونالد ترامپ گزارش میدهند. قبلا دفتر مطبوعات پرزیدنت روسیه بر رسانه‌های دولتی آن کشور گفته بود آمادگی‌ها برای این ملاقات ادامه دارد. روز پنجشنبه کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ در جریان سفر به آرژانتین نیت ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را ندارد. در پس منظر قتل روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی جمال خاشقچی در کنسولگری آن کشور در استانبول ولیعهد جوان سعودی زیر فشارهای بین المللی قرار گرفته است. شماری از کشورها و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به دست داشتن او در این حادثه اشاره می‌کنند.